جناب پیشکار، بانو زلیخا شما را احضار فرمودند. بروید. درود بر بانو زلیخا. درود بر پیشکار جوان و زیبای ما. هنوز هم نگاه از ما دریغ می‌داری یوزارسی؟ شما را به اینجا فراخواندم تا بار دیگر تقاضای خود را تکرار کنم. چون این تقاضایی نکنید، چون پاسخ همان است که بود. هنوز از من رنجیده خاطر هستی؟ از بابت آن روز پوزش می‌طلبم. من حاضر به گناه نیستم و شما به خواسته خود نمی‌رسید. می‌دانی که زلیخا با پاسخ نه بیگانه است. من تو را دوست دارم و برای رسیدن به تو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. آنجا که مرا در آتش دوزخ بیفکنید. آتش دوزخ؟ نه. اما در بند چرا؟ مجبورم نکنید. دست بردارید بانو. بیش از این خود و مرا شفره شهر نکنید. جناب پوتیفار که به ما بدی نکرده، حیثیت او را بیش از این به بازی نگیرید. شما را برای نصیحت اینجا نخواندم. ظاهراً قصد اطاعت ندارید. بسیار خوب، می توانید بروید، اما بدانید از این پس زلیخا به جای قلب تکه‌ای سنگ در سینه خواهد نشاند. بروید. این قصد برایم بدتر از زندان شده. مدام در انتظار توطئه و دسیسه به سر میبرم. مدام نگران تهمت و افترایی تازه هستم. تو که قصد تمکین و اطاعت از زلیخا را نداری، خب فرار کن. من بسیاریت میکنم. آن وقت با فرار خود که همه تهمت ها را تایید کردم. خب نزد فرمانروا آمنهوتپ برو، او حتما یاریت میکند. چرا آمنهوتپ؟ بیشک خداوند من از آمنهوتپ خیلی تواناتر است و همکنون ناظر احوال من است. از جناب پوتیفار هم کاری ساخته نیست؟ او فهمید زلیخا مقصر است. چه اقدامی کرد؟ باید کاری کنیم. آنها تهدید به زندان کردند. تا دیر نشده باید کاری کرد. من زندان را دوست‌تر می‌دارم از گناهی که این زنان مرا به آن می‌خوانند. من به خداوند قادر و توانا پناه برده و صبر پیشه خواهم کرد و منتظر حوادث آینده خواهم بود تا خداوند چه پیش آورد. پایی نمانده که پیش نگذاشته باشم، رازی نمانده که از دل برون نینداخته، نیازی نمانده که ابراز نکرده باشم، پرده‌ای نمانده که ندریده، نازی نمانده که نکشیده باشم. تو بگو چه کنم؟ زنان اشراف مصری، همانان که دشمنان دیرینه هم هستند،
چاره کار را در بند و زندان می‌دانند. از آنجا که درد شما و زنان اشراف مصری مشترک است، درمان هم مشترک خواهد بود. من هم بند و زندان را تایید می‌کنم. بسیار خوب، اقدام می‌کنم. از امروز یوزارسیف چهره دیگر از زلیخا را خواهد دید. رخساره روشن عشق در زلیخا به چهره سیاه نفرت بدل خواهد شد. عالی جناب، ایشان آپوکیس سفره‌دار مخصوص فرمانروا آمنحتپ هستند. خدایان تو را حفظ کند. ایشان از پیروان راستین آمون هستند. من ایشان را همیشه در حال راز و نیاز با آمون دیدم. این روزها آمون خدای بزرگ ما غمگین است. مدتی است که دستهایی بر علیه او توطئه می‌کنند و قصد نابودی آمون رو دارند. دیگر پیروان او غافل شدند و از او حمایت نمی‌کنند. ولی من هنوز کسانی را میشناسم که با تمام وجود آمون را میپرستند. تعدادشان هم کم نیست عالی جناب. من نگرانم مبادا همین تعداد باقی مانده نیز پراکنده شود. متاسفانه همه خبرها را نمی شود به مردم گفت، چرا که مایوس کننده است. البته جناب کیمونی مطالبی در مورد آمنحتپ و پوتیفار فرمودند که باور کردنش کمی سخت است. ابتدا ما هم باورمان نمیشد، ولی اکنون با خبر شدیم که آمنحتپ سوم به پوتیفار دستور تجهیز نیرو داده‌اند تا به معبد بتازد و آمون و پیروانش را نابود کند. عالی جناب، از شما چه پنهان؟ من هم احساس کردم که فرمانروا آمنحتپ با آمون و کاهنان معبد میانه خوبی ندارد، اما نمیتوانم باور کنم که دشمن آمون باشد. آخر میدانید او مقام نیمه خدایی دارد، او خود فرزند خداست. همین دردناک است و گناه او را سنگین تر می کند. او که باید خادم خدایان باشد، خائن به خدایان از کار در آمده است. اگر موفق شود به وسیله پوتیفار کافر و بی ایمان به معبد بتازد، هم آمون را از بین خواهد برد، هم پیروانش را. پس باید کاری کرد. چرا جناب آنخماها دستور تجهیز نیرو و مبارزه با آمنحتپ را نمیدهند؟ در آن صورت آیا هزاران نفر از مردم بیگناه به کاهنان معبد کشته نخواهند شد؟ نه، من نمیتوانم مرتکب چنین جنایتی شوم. در نهایت چه؟ نمیشود که دست روی دست گذاشت. من فکر میکنم باید برای جلوگیری از کشت و کشتار و دفاع از آمون باید عوامل اصلی جنگ افروزی را نابود کرد. اول آمنحتپ، دوم پوتیفار. ما به دنبال کسی هستیم که این امر مهم را انجام داده موجبات خوشنودی آمون را فراهم سازد. نه من نمیتوانم عالی جناب، نمیتوانم یک خدا را بکشم. او مقام نیمه خدایی دارد. نه، اصلا از من بر نمیاد. نمیتوانم. تو خود میدانی که من کاهن اعظم همه معابد آمون هستم و مقام نیمه خدایی دارم. از تو میپرسم، آیا جرم کسی که از خدایان است و با خدایان دشمنی میکند سنگین‌تر از افراد معمولی نیست؟ نرسانی، تو با این اقدام مقدس هم آمون بزرگ را از نابودی نجات داده ای، هم جان هزاران نفر انسان را. جان خود من چه می شود؟ همسر فرزندانم چه می شود؟ هیچ خطری تو و خانوادت را تهدید نمی کند.
انجام این کار بسیار ساده است. من طریق اون را به تو خواهم گفت. تو چرا میخواهی همچنان سفره داری ساده باقی بمانی؟ تو چرا نباید خزانه دار یا رئیس کشاورزی مصر شوی؟ من خزانه‌دار رئیس کشاورزی مصر به اضافه صدها سکه طلا که تا پایان عمر تو را از هر گونه زحمتی بی نیاز خواهد کرد. دقیقاً فرمودید چند سکه طلا؟ 1000 سکه کافی است. 2000 سکه. آخر میدانید من در قصد دوستی دارم که باید او را با خود همراه کنم. به هر حال اگر 2000 سکه شود مانعی نیست. باید از ثروت عظیم آمون برای حفظ او استفاده کرد. عالی جناب، اگر به هر دلیلی موفق نشدیم یا گرفتار شدیم، آنگاه به سر همسر و فرزندانم چه می آید؟ در صورت گرفتاری اگر از رابطه خود با من یا کیمونی و بزرگان معبد سخن نگویی، همسر و فرزندانت در پناه آمون خواهند. و اما اگر کلمی به زبان بیاوری، خانواده و همه بستگانت به نفرین آمون گرفتار شده و نابود خواهند شد. عالی جناب، بانو زلیخا قصد ورود دارن. این برده کنعانی علیرغم دستور شما ماجرای آن شب را برملا کرده. باز چه نیرنگی در سر داری؟ بی پرده بگو. ظاهرا نمیدانید این خبر تا چه حد ما را رسوا کرده است. همه جا نقل مجالس شده که عزیز مصر مراوده برده ای را با همسر خیش دیده، اما نادیده گرفته. نه بند و زندانی، نه کند و زنجیری و نه حتی ضرب و شتمی. تو از من میخواهی که بیگناهی را در بند کنم؟ اولا بیگناه نیست، راز برملا کرده. ثانیاً منظور من اقدامی ظاهری و کوتاه مدت است. مثلا چه اقدامی؟ او را زندانی کنید. بیشک در بند کردن یوزارسیف دهانهای یاوه‌گو و نمام را میبندد. تصمیم عالی جناب چیست؟ نیاز به کمی تعمق دارم. شما بروید. پاسخ برای بعد. این عروس کجایی؟ اینجا هستم آپوفیس. چه شده؟ به دیدار یک دوست آمدم. اشکالی داره؟ تو معمولاً به ندرت اینجا می آیی. اتفاقی افتاده؟ نمیدارم چه بگویم و از کجا آغاز کنم. گاه انسان به دیدار یک دوست قدیمی نیاز دارد. نیاز به درد دل.
نیاز به یار و مددکار. از من چه کاری ساخته است؟ میدانی ناروس، من انسان معتقدی هستم و نمیتوانم اهانت به خدایان را بپذیرم، مخصوصا اهانت به آمون بزرگ را. در این خصوص من و تو مثل یکدیگریم. کسی به آمون اهانت کرده؟ آری، تو هم او را میشناسی و بارها اهانت و بی‌اعتنایی او را به آمون دیده ای. گمان کنم فهمیده باشم. فرمانروا آمنهوتپ را میگویی نه؟ بارها با یکدیگر شاهد بی‌حرمتی او به آمون بوده ایم. چه باید کرد؟ به هر حال او فرمانرواست و ما مجبوریم سکوت کنیم. ای کاش فقط بی‌حرمتی میکرد. میخواهد علیه آمون اقدام کند و تومار آمون پرستان را در هم بپیچد. خدایان رحم کنند. اگر حقیقت داشته باشد جنگ بزرگی به راه خواهد افتاد. هزاران نفر کشته خواهند شد. تو اگر به توانی مانع این کشتار بشوی و آمون بزرگ و کاهنان معبدش را نجات دهی، این کار را خواهی کرد؟ البته، اما جلوگیری از جنگ کار امثال من و تو نیست. مانع به هم ریختن لشکرهای آمون و آمنهوتپ نمیتوان شد، اما مانع صدور فرمان جنگ که میتوان شد. منظور خود را واضح تر بگو. ما چگونه میتوانیم مانع صدور فرمان جنگ از طرف آمنهوتپ شویم؟ همین ذهن مرا به خود مشغول کرده است. من برای پیدا کردن راه حل نزد تو آمدم. راه حل؟ مثلا چه راه حل؟ من بروم جلوی دهان آمنهوتپ را بگیرم که فرمان جنگ صادر نکند. جلوی دهان او را نمیتوان گرفت، اما برای همیشه که میتوان بست. به خدایان سوگند که دیوانه، بس کن. معلوم است چه میگویی؟ عقلت را از دست داده ای؟ دیوانه شده ای یا از جانت سیر شده ای؟ ایناروس، مگر تو نگفتی دلت میخواهد مانع سقوط آمون و کشتار مردم شهر تبس شوی؟ ها؟ آری، اما این که راه حل نیست. آمنهوتپ خود مقام نیمه خدایی دارد، مگر میتوان او را کشت؟ نه، آمنهوتپ مقام نیمه خدایی ندارد. اگر از خدایان بود علیه آمون و معبد مقدس اقدام نمی کرد. چون این اقدام بزرگی نیاز به تفکر دارد. بدون مقدمه نمیتوان اقدام کرد. چگونه میتوان آمنهوتپ با آن همه محافظ و سرباز و با آن قدرت عظیم را به این آسانی که تو میگویی از میان برداشت و کشت؟ چرا که نه؟ مایه آن چند قطره زهر است. نه لشکر لازم دارد، نه زور بازو. من نمیتوانم علیه هیچ خدایی اقدام کنم. اگر به گفته تو آمنهوتپ از خدایان باشد و جرم او سنگین‌تر است، من به این فکر میکنم که اگر یک خدا از بین برود، بهتر است که همه خدایان و هزاران نفر از مردم شهر کشته شوند. من معتقدم باید بیشتر فکر کرد. باید بیشتر فکر کرد. عجله کار عاقلانه ای نیست. وقت کم است. اگر همین فردا آمنهوتپ فرمان حمله به معبد را صادر کند چه؟ میدانی چه فاجعه‌ای به بار میآید؟ با این حال باز تا فردا فرصت داریم. بگذار امشب را فکر کنم. من فردا باز میآیم. اگر تو هم کاری نکردی، خود به تنهایی میتوانم از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنم. تو فقط سکوت کن. ها؟ سکوت. همین. اگر موفق نشدیم چه؟ اگر او که فرزند خداست به رازمان پی برد چه؟ اگر موفق شدیم پوتیفار و افسران مصر ما را زنده خواهند گذاشت؟
بر سر همسر و فرزندانمان چه خواهد آمد؟ اگر آپوپیس تنها اقدام کند، آن وقت مرا شریک جرم معرفی کند، آن وقت چه؟ نمیدانم چه باید کرد. این عروس کیست؟ چه میخواهید؟ خدایگان آمنحتب شراب میخواهند. حتما همینک میآیم. جناب یوزارسیف، عالی جناب پوتیفار شما را احضار فرمودند. چه شده؟ مگر برای اولین بار است که جناب پوتیفار مرا به حضور می‌خوانند؟ بعد از ماجرای شما و بانو زلیخا آری اولین بار است. شاید مسئله مهمی باشد. نگران نباشید، من با وجود خداوند بزرگ از کسی بیم ندارم. به تو گفتم ماجرای آن روز را فراموش کن و جایی نقل نکن. یوزارسیف ناسپاس نیست، خود را مدیون شما می‌داند و نمی‌تواند نسبت به آبروی شما بی تفاوت باشد. نقل کرده ای یا نه؟ می‌دانید که من این کار را نمی‌کنم. پس چگونه همه مردم شهر آگاه شدند؟ تنها فرد حاضر در آنجا من نبودم. میدانم که بهانه میگیرم، درمانده‌ام که با تو چه کنم. هم تو را دوست می‌دارم هم دشمن. من نیز مستحصل شدم. این قصر با همه بزرگی و زیبایی برایم تنگ و تاریک شده. تحمل دسیسه های مدام زنان و نیش کلام ساکنان قصر را ندارم. زلیخا از من خواسته تا تو را زندانی کنم. خب تو چه میگویی؟ ناخواسته در حق من نیکی کرده است. منظور تو را نمیفهمم. زندانی شدن من هم به نیش و کنایه بدخواهان پایان خواهد داد، هم زمینه فراموشی بانو زلیخا را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن کاهنان نمیتوانند شما را به هم فکری با یک بیگانه متهم کنند. من نیز از این دامهای زنان مصر نجات خواهم یافت. به راستی تو زندان را به آزادی ترجیح میدهی؟ هیچ کس زندان را دوست ندارد، اما چاره چیست؟ فعلا زندان تنها راه حل است. باید به قصر آمنحتب بروم. بعداً در مورد تو تصمیم خواهم گرفت. بگو عرابم را حاضر کنم. چه می شود؟ رنگ بر چهره نداری؟ نه عالی جناب، نه چیزی نیست. من حالم خوب است. آپوپیس، این عروس را چه می شود؟
حالا چیز خوب نیست؟ چیزی نیست جناب فرمانروا، کسالتی مختصر دارد. شما غذایتان را میل کنید. بفرمایید. از این غذا نخور. مسموم است. خائن کسی، شراب تو مسموم بود نه غذای من. خواهر را دست چه عالی جناب رحم کنید. بانوتی شما کمکمان کنید، خواهش میکنید. بانوتی عالی جناب صبر. بگویید ماجرا چه است؟ عالی جناب، این خائن خسته کشتن شما را داشت، در شراب شما زهر ریخت. دروغ میگوید جناب فرمانروا. او بود که به من زهر داد تا در شراب شما بریزم. بسیار خوب، پرده شما از غذا و شراب بخورید، اگر نه همینجا در کاسه سر هر دویتان شراب خواهم نوشید. من در شراب شما زهر نریختم جناب فرمانروا، مطمئن باشید. نوبت توست، بخور ببین چه طعمی داره. همه را بخور. دیدی چگونه این روز شرابش را سر کشید؟ بخور. عالی جناب، نه عالی جناب، من اشتباه کردم، خطا کردم، مرا ببخشید. شما را به خدایان مرا ببخشید. برید! عالی جناب، عالی جناب، خواهش میکنید. بانو شما سخنی بگویید. ما را ببخشید، ما را ببخشید. خیانت در قصد خودمان به ما سوء قصد میشود. گردن آنها را بزنید، باید به سزای خیانتشان برسند. فرمان خداوندگار من مطاع است. پیشنهاد میکنم دست میگردانم. تو به آنها فرصت میدهی؟ نه عالی جناب، باید بیشتر تحمل کنیم. پیشنهاد میکنم تا پیدا شدن همدستانشان صبر کنیم. عالی جناب، قطعا اینها از جایی دستور گرفتند. این کار خودسرانه نیست. من شخصا از آنها بازجویی خواهم کرد. بسیار مطلب را پیگیری کنید و به اطلاع ما برسانید. منتظرم. خب تعریف کنید ببینم ماجرا از چه قرار است.
اول تو بگو آپوپیس، چه کسی یا کسانی از تو خواستند تا زهر در جام فرمانروا و خانواده‌اش بریزی؟ هیچ کس. من خودم تصمیم به این اقدام گرفتم. چرا؟ خدایگان آمنحتب چه بدی به تو کرده بود؟ برای اینکه شنیدم جناب آمنحتب به شما گفته به معبد آمون حمله کرده و کار کاهنان معبد و خدای آمون رو یکسره کنید. شنیدی؟ از کی؟ یا چه کسی؟ از کسی نشنیدم. خودم شنیدم. آره خودم شنیدم. پشت در ورودی قصر ایستاده بودم شنیدم. دروغ میگویی؟ من مخصوصا پشت درب ورودی را دقت کردم تا مبادا کسی استراق سم کند. بسیار خوب. بعداً حقیقت را خواهی گفت. خب تو بگو. من خبر ندارم. روز گذشته آپوپیس به من گفت که آمنحتب قصد دارد توسط شما آمون و معبد شهر تبس را نابود کند. او از من خواست در تنگ شراب فرمانروا زهر بریزم، ولی من نریختم. دیدید که زهر را نیز به شما تحویل دادم. آیا کسی دیگری با تو تماس نگرفت؟ یا تو ندیدی کسی با آپوپیس تماس بگیرد؟ نه ندیدم. من جز آپوپیس کسی را ندیدم. اینها را اینجا پیدا میکنم. هرچه زودتر مخفیانه و کاملا پوشیده به طوری که شناخته نشوند به زندان زاویرا منتقل کنید. سیاه و سفید، آزاد و بد، زن و مرد، همه انسانند و یک خالق همه را خلق کرده. کسی را بر دیگری برتری نیست مگر به میزان انسانیت و خصال پسندیده. کاری ما معمولا به میان برده ها نمی آید. حتما کار مهمی پیش آمد. می توانم تنها با شما صحبت کنم؟ بانو زلیخا نزد پوتیفار رفته تا برای شما تقاضای مجازات زندان کند. تا فرصت باقی چاره‌ای بیندیشید. مثلا چه کنم؟ کافیست فقط گوشه چشمی نشان دهید، همه چیز درست می شود. شیطان از زبان تو سخن می گوید. شیطان شما زنان را بر من گماشته و تخم کینه مرا در دلتان کاشته. پس تا شیطان را اطاعت می کنید ستیز ادامه دارد و مرا هیچگاه مطیع نخواهید یافت. اگر خداوند شر اینان را از من نگرداند و مرا در کنف اسمت خویشتن شاند، معلوم نیست عاقبتم به کجا خواهد انجامید. او چی میگفت؟ اصلا از تو چه میخواهد؟ بگذار من برایت بگویم. یوزارسیف یا باید زلیخا و زنان مصر را برگزیند یا زندان را. از زنان به خدا پناه برده و زندان اختیار خواهم کرد. مهنت زندان اگرچه طولانی شود عاقبت به سر آید، اما کسی نمیداند که زناکار از آتش دوزخ کی به در آید. کدام آتش؟ تو خود را به زندان میافکنی تا از شر یک آتش واهی نجات یابی؟ هیچ عاقلی ندیده که مهنت زندان را بر زیبارویان ترجیح دهد. جناب رودامو،
چه شده رودامون؟ گرفته و غمگینی؟ بالاخره پوتیفار دستور زندان مرا صادر کرد. گفتی عاقل ندیده ای که چه؟ هیچ عاقل ندیدم. مهرت زندان را بر هم نشینی با زیبارویان ترجیح دهم. برویم رودامون. گره از ابرو باز کن که یوزارسیف از این واقعی غمگین نیست. ببینیم کی رو می آورد. همکنون باز می‌کردم. چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره بانو زلیخا کار خود را کرد. یوزارسیف را به زندان میبرند. من آماده‌ام. ما میدانیم شما بیگناه هستید. شاهد کوچک، تو با آنکه به درستی قضاوت کردی ولی باز همه را به زندان میبرد. من راضی به رضای او هستم. شاید تقدیر این است. مراقب او باش. فرمانی دستورات ارباب همین است. از قضا چون اطاعت فرمان رب الارباب کردم این گونه مبتلا شدم. او هر که را بیشتر دوست بدارد بیشتر رنج دارد. ما چگونه رنج دوری شما را تحمل کنیم؟ نگران نباش، زندان برای من خلاصی و نجات است. من معبود خیش را شاکرم که از زندان این قصر نجاتم داد.
رئیس زندان زاویرا کیدامن نام دارد که از دوستان من است. نگران نباش. بهترین دوست من نیز در زندان زاویراست، همان که کیدامن را به وجود آورده. اصلا نگران نیستم. حرکت کن. درود بر عالی جناب هورمهوب. سپاسگزارم. جناب هورمهوب چرا خود را به زحمت انداخت؟ دستور جناب پوتیفار بود، باید شخصا می آمدم. دست نگه دارید. ماوه. این دو ساقی و خانسالار فرمانروا آمنهوتپ هستند. این عروس و آبوبیس. هیچ کس نباید با اینان تماس بگیرد. نامشان را هم برای کسی نگویید و اگر کسی سراغ اینان را گرفت بلافاصله به جناب پوتیفار خبر دهید. در ضمن زندانشان هم باید از دیگر زندانیان جدا باشد. اطاعت عالی جناب. می توانم بپرسم جرمشان چیست؟ سوء قصد به جان آمنهوتپ و خاندان. ممکن است کسانی در صدد کشتن آنان بنایند. کاملا محافظت کنید. سعی کنید ناشناس بمانند. اطاعت عالی جناب.
اینان را ببرید زندان انفرادی. این هم زندانی است؟ بله، جناب پوتیفار او را به زندان فرستاده. جناب رودمان فرمودن شرافت زندانی که برایتان فرستاده از همه انسان‌ها بالاتر است. رودمان رئیس محافظین قصر عالی جناب پوتیفار؟ بله، همینطور است. نام زندانی یوزارسیف و مشاور سابق عالی جناب پوتیفار است. می توانی بروی. زندان جای تو نیست. چه شد که گذارت به اینجا افتاد؟ به جرم نافرمانی از ارباب خیش. اینجا فرمانبرداری و اطاعت را خواهی آموخت. هرچه می نگرم به بندگان و بردگان نمیمانی. مایوسم نکنید. امیدوارم بنده خوبی باشم. در نهایت معلوم می شود. فقط تأکید می کنم با زندانیان زاویرا درگیر نشوید. موجودات خطرناکی هستند. او را به زندان عمومی ببرید. طوق و زینت‌آلات او را گرفته و زنجیر به پایش بزنید.